که در بخش انتظامات است، هر عروس و داماد تا جابجا نشده مستقر مثلا مثل امروز در جمع دوستا و رئیس داماد است. شرایط کشور خود را باید درک کنیم. هر کدام عزیزان دعای خیر کنید، مخصوصا زوجها محمد و آل محمد صلوات باید داشته باشیم. خیلی تشکر و قدردانی میکنم از تمام این برگزار کننده این برنامه.